سلام علیکم، حالتون چطوره؟ بعد ماها دلتنگی من دوباره برگشتم و قراره تو یوتیوب دوباره فعالیت خودم رو شروع کنم. حمایت شما باعث میشه تو این راه بمونم و با انرژی این کار رو ادامه بدم. پس لایک و کامنت و ساب یادتون نره و برو بریم. اینجا کجاست؟ منو تو صحرا ول کردن رفتن. سلام جناب، خسته نباشید. اطلاعات دقیقی دارید که اینجا کجاست؟ درسته. خب وای، داشتم میمردم. وای، پدرم در اومد. بالاخره اومدم بالا. این کامپس به من میگه اینوری باس برم. کجا میبره این ما رو؟ اول از همه باید یه سری غذا و یه سری تولز برای خودم جفت و جور کنم. وای من غذا نخورم هم میمیرم. اینجا ببینم. با کامپس حالا کسی گوسفند کشته؟ فکر نکنم با کامپس کسی گوسفند کشته باشه. این گاوارم بزنم، من غذا لازمم بتونم. ببخشید ما آها نیازمندی اولیه‌مون استونه. ما بریم اینجا. گوشت برو بالا، چوب برو زیرش. به گوشت پخته، بهترین است دنیا. این چیه؟ چه صدای عجیبی داره ایشون. بمیری خیلی نامردی. بابا کجا نامردم؟ کشتم دیگه. کامپس ما رو به کدوم ور میبره؟ به آن ور. نه با تو کاری ندارم. سفیدا رو زدم. به دلو دادم به تو جزیره. دلم دیگه تنهایی نمیپذیره. زغال برای پخت غذا یک امریست بسیار مهم و اساسی. صخره‌های صعب العبور مرا آزرده خاطر کردند. سخت بود ولی اومدم از هند اومدم. نمیدونم قراره این کامپس منو کجا ببره، اما تنها چیزی که میتونه منو راهنمایی کنه فکر کنم همین کامپسه. یعنی میشه اینجا یه آیرون من پیدا کنم؟ باید یه آیرونی اینجا باشه. آیرون! باورم نمیشه آیرون پیدا کردم. سلام پاندا. ویسون پیدا کردم. این چیست؟ من نمیدانم ویسون چیست. مثلا من به اینجا دسترسی خواهم داشت. تیول ارز است، تیول ارز. اما ما آیرون اگر پیدا کنیم که خوشحال میشویم. نکند کس دیگر آیرون ها را پیدا کرده و آنها را فارم نموده است. نقطه سر خط. این داستان در جستجوی آهن پیدات کردم. خدایا ممنونتم. چه کار خوبی کردم که اینقدر پاداش بزرگی به من عطا فرمودی. خداوند مرا در مسیر درستی قرار داده. خداوند با این کامپس دارد مرا به سمت نعمتهایش میبرد. اینها دیگر به درد من نمیخورند. به درک بروید ای تولزهای فانی. برای زنده موندن باید همه لباسامون رو آیرون کنیم. اینم چستمون. میتونیم بریم. یه وقتشه بریم یه جا رو پیدا کنیم و یه سرپناه برای خودمون درست کنیم و به زندگیمون ادامه بدیم. فقط این کامپس امیدوارم منو به جاهای عجیبی نبره، چون خودمم آدم عجیبی هستم. اگر به جای عجیبی منو ببره عجیب در عجیب میشه و شما هم چیزهای عجیبی خواهید دید. باورم نمیشود آبادی پیدا کردم. اینها که هستن. برای رسم ادب بروم. درود خداوند بر شما. درود حضرت دوست که هر چه داریم از اوست بر شما. من برای ورود به اینجا از شما اجازه میخوام. درود. سلام. درود بر شما. خوب هستین؟ وقت شما بخیر باشه. چطوره؟ خوبین؟ قربان شما از اهالی اینجا هستین؟ نه اینجا شهرش یه صاحب داره. بیاید داخل. نترسین، اینا کاری باتون ندارن. آره خواهش میکنم بفرمایید. میتونم اسمتون رو بدونم قربان؟ خیر، بنده به کسایی که نمیشناسم اسمم رو نمیگویم. اوکی، ولی من دورمندزم. میتونید دورمند استفاده کنید. خوب هستین؟ وقتتون بخیر باشه. مخلصم آقا، مخلصم. قربان این شهر برای آقا حسنه. آقا حسن؟ آره منم نمیدونستم ولی باشون آشنا شدم. بیا اینجا، خیلی جای عجیبیه. سلام دوست عزیز. سلام، خوب هستین بزرگوار؟ قربون شما سلام، برم. خوب هستین؟ وقت شما بخیر باشه. خیلی خوش اومدید. اگر قصد جون منو دارید من بدونم دشمن من کیست. نه ما همینطور که میبینید هیچ سلاحی همراه
همراهمون نیست. ایشون هم که می‌بینید دلم سیب زمینی. تنهایی پوسید. خوش اومدی به شهر من افرام جان. این خوش اومدی. پایتخته. شما کی درود بر هستی؟ شما. حسن من جون، اینا کسایی که دوستاتن؟ نمیشناسم اسممو نمیگم بهشون. عذر میخوام. ما کاری باهات نداریم دوست سلام. عزیزم. میتونید فکر خیال دوستات راحت باشی. اینم پس ناشناسه. آره، آره. سلام. بنده مکلن هستم. مکلن. به نگی به، جای مکلن جای جان. نگی فقط. مکلن نگو باشه. نگو. دوستای ناشناس بمونی؟ بله، بله. آشنایی ها. بچه‌ها میشه از اینجا فاصله بگیریم؟ این صدای زنگ آره، بانک داره آره. اذیتم میکنه. بانک. بله اینجا بانک داره. یعنی بچه‌ها ما دیگه بفرمایید از به بفرمایید. فنا پول رفتن داره. نجات پیدا کرد. آقای بانکداری. ها؟ آقای جانویک رو استخدام کردیم که توی بانک ما کار کنه. پشمو. میگم حسن جان این بانکدارتون آدرس بله، گذاشتید. بانو آنا د آرماس رو ندارن ایشون؟ احتمالاً آقا. داشته باشه. حالا بعدا باهاش صحبت میکنم ببینم چی میشه. ببینید بچه‌ها خیلی خوش اسکارلت اومدید. جوهانسون ندارن ببخشید. وقتی آقا، شارلی حسن سرون آقا، هستش ممنون. من یه حرف سوال دیگه ای می‌تونم ازت نباشه. بپرسم؟ سیدنی سوینی. آره، آره اینم. سیدنی سوینی دوست رو اگر چرا گالیپا همه ما چطور؟ کشونده شده داله سمت- باید 100%. باریکلا باریکلا صد- هم سلیقه من هستی شما هم سنت سلیقه. هم آقا، بالاست شما تشریف بیارید اینجا. باریکلا. ما بالاخره موها رو تو آسیاب که سفید نکردیم. باریکلا بذار موهامو ببین سالی از بیا موها رو ببین موهای من ناکن مثلا مو نداری حتی که تو شما یه لول جلوتر از منی. من کامپس رو دنبال کردم حضرت منو به نعمتهای خودش میرسون. باورم آهن، نمیشه ذوق، رسیدم آقا. به یه جایی که میتونم سپرمو بذارم کنار. نگاه کن. من فقط چطوری آدرس بابا؟ خوبی؟ آنا د آرماس رو میخواستم ندادم بهم. ما برنامه قرارداد یه کارخونه یخبستنی آوردیم اینجا. آقا هر بله، کی بله، برداشت بله. بیزنسش آورده، این که دنبال دختره، اون که یخبستنی آورده. کی این دنبال بیشتر- دختره؟ این نه شما نفرمایید دنبال دختری؟ خیر نه، من بذار دنبال یه آنا د اصلاح آرماسم کنم. شما فقط سه- آرماسو نمیدونم. تنها کسی که اینجا دنبال دختره منم. میشه منم باشم. آقای مکنی یه لحظه بیا من وقت من تو دور از بگیرم. اون نگفتم نه. ولی شما گفتین دختر میخواستین بیاین بله میشم. این هست آپاشه. اسمشون چیه؟ این نمیدونم صحبت نمیکنن با ما. غریبه البته دیگه. آینده با ایشون داره با دلش با ما حرف باریکلا. دقیقاً. چیز دیگه ای هم داری تو بساطه؟ بله بفهمید. یه دونه اونجا از حرف میزنه، یکم صداش به جیغی میخوره اونجا اون طرفه. سمت چپ هست این بی صدا سردرد من نمی‌گیره. همینو واسه چند برمیگزینم به نظرم. این هست اون یکی هم هست ولی بعد گوشاتون یکم ایشون آره. ایشون بودن اونی که گفت. بله. اه، اسم شما چیه بانو؟ سلام من ای، حرف اسمم بزنی. فرنازه پیکسی. خوب هستین بانو وقت شما بخیر باشه. مرسی ممنون. قربان شما. من الان دیدم تو خیلی ترسیده بودین یه ذره حال هواتون بهتر شد. بله یه سری دختر من دیدم اینجا جای امنیه. ببینم. آها الهی شکر شما پس دختر خیلی دوست داری. نه خدا رو شکر. نه به هیچ عنوان. من من بچه‌ها شما چرا؟ هم میتونید خودتون رو من معرفی فقط کنید من بشناسم. دخترها رو بله. اول اومدیم پرسجو بله. میکنم اسمشون رو میپرسم بعدها یک سری من فعالیت هایی دارم در این شهر که ازشون استفاده میکنم. چه فعالیتی؟ چیزی نی بعد به فعالیت دل کیمی هم میشه. پدر از شما گذشته تو رو خدا خجالت بکشی. دخترم حالا که تنهاییم بیا اینو بهت بدم چیو؟ یه گوشت بزن گوشت پخته بزن. پدر دستت درد نکنه. از کجا فهمیدی من پدرم؟ لباست پدر. جدی؟ به نام پدر پسر روح القدس. خیر از بنده کجا پدر باید بفهمم نیستم. پدر؟ بنده پدر نیستم ولی فردی هستم پدر بسیار نیستی؟ مذهبی. نه آها. ما شکر از این خداوند چیزایی میکنیم. از این طلبم. مذهبی تیرایی. نه طلبم فعلا. خب بله، هنوز بهم پا مدرک تو ندادن. نگرفتی. نه ندادن هنو بهمون. ببین نه فقیر فقوری. میگم که اوکی. این خودشو حسن معرفی کرد صاحب اینجاست. ببین آره به منم گفتن حسن همه این روستای مال اونه. باباش مثل که یه کله گنده چیزیه. نظرت چیه باش طرح رفاقت برید؟ منطق که میگه با کسی که قدرته باید آدم طرح رفاقت رو بریزه. فرزندم این یک تست بود شما از تست ها؟ من رد شدی. ها؟ فقط دنبال ها؟ قدرت هستید شما ای انسان‌های قدرت نابالغ. چی؟ چرا این حرفا رو میزنی پدر؟ خجالت قدرت چی بودی؟ و شهرت شما رو بر اساسی جلو میبره تو زندگیتون که باعث میشه که از راه راست به سمت کجی بروید. ببین جناب تورا دیدی گفتم دیدی؟ بنده دیدی طلبه دلایل بیش نیستم قشنگه لطفا من را دیدی؟ پدر خطاب نکن من طلبه هستم. ببین فدات شم
یه چیزی من اول زندگی اگه قراره در کنار یک دیگه زندگی کنیم، من یه چیزی باید روشن کنم یه خدمت چیزی شما. گفتی فکر کردم قرار با هم عقد کنیم. او قربونش بشم. مغازه اونور بود، یه خانومه وایساده بود، یه سری اورو اینا میگیره پول میداد. جدی؟ بعد من احمق سر راه هر چی ردستون و طلا داشتم دراب کردم، گفتم به درد نمیخوره که. اونم بی سر صدا بانو بانو خیلی بی سر صدا ولی واقعا دختر خوب و چشم نجیبیه. بله. اوه سلام حاج خانم گل. آقا سلام حال شما خوبه؟ زنده داشت. برید گم شید بیرون. خوبه با زنده داشت شروع. زنده داشت. زنده داشت استارت خوبیه. خوبه. تراب جان یه دقیقه بیا من یه چیزی خدمت شما بگم. دوستان من چیزی که میگم لطفاً همینجا چال بشه، جای دیگه نه. بله بفهم. چی شده؟ خداوند متعال به من دم و دستگاه نداده. دم و دستگاه شوخی میکنی؟ نگید قرار شد همینجا چال بشه. پدر انگشت داشته باشی حله ها. پدر بله من مگه پدر شما هستم به من میگی پدر؟ آخه شما گردن من طلبه هستم. منو میتونید برادر خطاب کنید. بله ما شما احترام گذاشتیم. بله ازت پذیرایی کردیم، همه کار کردیم، بعد شما میری بعد ما رو پیش اینو اون. نه من بعد تو نگفتم، اومدم پیش خودت گفتم. راست میگه خیلی منطقی جواب. به نظرم آدمی خیلی که زیبا رو گفت. بازی کنه لایق احترامه. آقا ما فدات بشم. آقا بیا بغلت کن. دوستان لطفاً دور نشوید. مک جیبتو بپا حاجی. فرزندان بدانید آگاه باشید. من یک کلام باید باهاتون صحبت کنم. اتفاق وایسادی یعنی ما اینقدر بدبختیم؟ نه نفرمایید. من خواستم یه صحبتی کنم خدمتتون. نترسید. چه اتفاقی افتاد؟ چیزی نیست. چی بود این چی بود؟ آقا چی کارش کردی؟ فرزندانم این عذابی است الهی. جهنم سعی کنید از عذاب دور شوید، از گناه دور شوید. اینو میاد بالا سرتون بود. آقا ایشون خطرناکه، نزدیکش نشید. نه کار تو بود پدر. نه فرزندم آقا با گره بردش جهنم، معلومه کار شما بود. اینها از دست بنده خارجه. ظاهر کردنم بلدی یا فقط بری فرار کنی؟ نه کنترل زد نمیتونی بزنی الان؟ نه متاسفانه دستم نمیره به کنترل زد. سلام خوب هستیم، مرسی ممنون. شما خوبی؟ خیلی ممنون، تشکر. آقای تیمسار من پیکسیم، فرناز از دوستای نزدیک حسن جان. به خیلی خوشبختم. بله شما برای حسن جان کار میکنی؟ برای حسن جان کار دعاهای من جواب داد. بارون اومد. بارون گرفت. کمپاسه داره این قلعه رو به ما نشون میده. قلعه رو نشون میده. من میگم بریم توی این قلعه ببینیم چی داره. بله راست میگی، ما ادامه ندادیم این کمپاسو. سکوت رو رعایت کن. بله با سکوت بچه‌ها، با سکوت بریم. آقا بزرگتر ببخشید. بفهم عذر میخوام. شما بفهم. پیام جان برو. من یکی از آرزوام این بود که در این مکان زندگی. یکی اینجاست. چه بزرگ و قشنگیه. بابامه. حسن این اصلا تو رو آدم حساب نکرد. چرا نه بابا من چشاش ضعیف، من نمیبینه. بنده خدا فکر کنم خوابش سنگینه، نمیتونی بیدار شی. ساکت. نرو زیاد نزدیک نشو. بیا عقب فاصله تو نگه دار. من چی نگاه میکنم اصلا شاید بابات نیستی اصلا. خوابم هست ظاهرا خوابه. بعد موقع مزاحم بابا شدیم. حسن جان به مامانش رفته حتما. بله اصلا مامانم عمرشو داده به شما. قصیت عرض میکنم. سرشون انداخت با این. بخشید که یادم کردی. منم آقا جون خدا بیامرزم اینجا نگهبان بود، اصلا نگفتم. من یه صحبتی بکنم لطفاً. بفهم. دوستان و همراهان عزیز، من هنوز پدر نشدم و طلبه بیش نیستم، اما اگر شما رو فرزند خطاب میکنم یه وقت. نه من به شما گفتم پدر روحانی برای اینکه منم صلیب دیدم روی منم همین دیدم. البته در شرف هستم، به دنبال یک کلیسایی میگردم که شروع کنم، ولی هنوز جایی پیدا نکردم که مد نظرم باشه. من به نظرم شما میتونی یه رهبر باشی رسما. با همین طلبه گرفتی روبا بیچاره آقا کلیسای شما تو قلب ماست. بفرمایید شما. دوستان هشتگ نه به قدرت حسن جون میاد، نه به شهرت. قربونت برم. مرسی. به پدر گوشزد کن که یه وقت مالیات فراموش نشه. مردم چی فراموش نشه؟ مالیات هنوز پدر نشدی داری پدرمون. نه برای خودم نمیگم، برای شماها میگم.
جناب مکلن جانم فرزندم. قربان اهل شوخی دستی هستین یا نه؟ خیر خواهش میکنم قابل من شما غیرکی هستم. بله بله. اینجا آخه نگاه کن. دیدی شوخی دستی جواب باجی نمیده. پشمام از دیدی کراماتشونه، از قدرتو کراماتشونه. دیدی؟ یا جیزس این- القربا و بابا، یا آقا جیزس شناوره. الضعفا. آقا میدونه این چه که چیز اتفاقی خاصی افتاده. نیست. ایشون هنوز طلبه است. دورمندز گرفت انداخت جهنم. نه فدات برم شما نگو چیزی رو اون نگو نصف جای وقتشه. فرزندم اینا دست یه گل من برای گل. نیست کار اوست که هر چه داریم از اوست اون بالا بالایی. به قشنگ یه دروازه باز شد. یه چیزی دورمندز گرفت تا ته کشید. خیلی خوب بود. تراب بیا تراب بله بیا بله بله. اینجا رو بخون. من به چی گفتم؟ او قسمت پرداخت مالیات. بله دقیقاً. یعنی ببین کی دارم بهتون میگم اگه اینجا زودتر از بقیه کودتا نکنیم حکومت رو دست نگیریم میکنن دست میگیرن. نه پس در آرامش زندگی کنیم. زندگی قرار بعد اینجا رو فتح کنیم. چی چرت و پرت میگی زندگی کنیم؟ بعد مالیات رو بکشیم بالا برشم. از کجا شروع کنیم فرزندم؟ الان زوده بذار تیم زوده؟ کنیم. آقا. الان با زدن مخ بقیه شروع کنیم جانم. کله باری. میگم بعد مخ بزنیم بعدش حکومت رو میگیریم کسی نشنوه صدامون رو. یه وقتی پشماشتا استیش نداشته باشه. آقای نگهبان گل نریم. قربونت برم عزیز دلی فدات شم. پادشاه میخواد با اون بچه‌ها وقتشه پدر که- میخوان صحبت کنن. سلام به اهالی ده، خوش آمدین، قدم رنج فرمودین. مو کت خدای ده هستم، بیچه کت خدای قبلی که اویم باز باباش کت خدا بوده. کلن جدن در جن ما هممان کت خدا بودین. شما رو جمع کردم دورم که چند تا نکته رو بهتون بگم که قشنگ قوانین اینجوری یاد بگیرین. ما دوستتان دارم، حواس ما بهتان است. اینا رو از روی دلسوزی بهتان بگم. سعی کنین این حرفا رو حافظه گوشتان کنین که یادتان نره به چای گلم. اینجا یک سری آدم هستن که میتونن باشان صحبت کنن، بده بستون داشته بشن و از این طریق کیم به دست بیارن. کیم همی واحد پول مایه و چی رایج ایدهات مایه. از هر طرف به فاصله 5000 بلاک یک دونه دیفال کشیدیم که پشت و دیفاله یک دونه دنیای سمی وجود داره. بیچای گلم از ما گفتم بشه بهتره که اونجا کلن نرن. یعنی اینجوری نباشه که ما بهتان مگم نرن ولی شما کنجکاوی کنن و برن. اونجا خطرناکه، مرن کار دست خودتان بدن. به خودتان مگم بابا جان. هر چند وقت یک بار یک سری برنامه‌های مختلف داریم که سر فرصت بره هر کدامشان بهتان خودم شخصا اطلاع مدم. ایره خوب به گوشاتان بسپارن که خیلی مهمه. دزدی ممنوعه، مشغول زنبه باشه نگه بخواین دزدی کنن. خرابکاری هم ندارم، گن نزنن به دیوی قشنگی که خودم وجب به وجب شو با دستای خودم ساختم و چیدم. شما توی این دنیا فقط 3 بار مهلت مردن دارن. بره زنده شدن تانم یک دونه قلب طلا لازم دارن که یک مقدار ساختنش دشواره. چاره ایه که سعی کنن نمیرن دیگه. اینجوری هم ما دلتنگتان نمورم همی که این سختی ها رو به جونتان نمیخرن. اینم بگم که کلن سعی کنن همواره همیشه احترام ما رو نگه دارن. یعنی پشت سر ما حرفی نزنن، جلوی ما ایور ما اوور ما حرفی نزنن، غیبت نکنن. ما که خودم به چه حساسی نیستم، برام زیاد اهمیت نداره. اما خب یارای ما به چایی که اینجا 24 ساعت پلاسن روی ما غیرت دارن، حساسن. ما نگران حالتانم. در هر صورت ایشالله که از وجب به وجب ده ما لذت ببرن و بهتان خیلی خوش بگذره. برن دیگه برن، حوصله ندارم بخوام برم استراحت کنم. مزاحم مای پیرمرد نرن. امیدوارم که لحظات خوشی را سپری کنن توی دهات ما، قوانین را رعایت کنن و خدا حافظ شما باشه. بای بای. بابا جا خدا دیگه بخواب الان دوباره پادشاه بزن دست قشنگه رو. ساکت الان بیدار میشه پادشاه. آره بریم بیرون. پدرجان مذهبی هم هستن. بله قربونش میگم بشم. که لباس بهتر بپوشم دو پیش سنا بابا. هستن. ببر حاج خانم بنده رو نشونه تیمسار رو بدیم. بیا آقا تشریف بیارون. بفرمایید تیم صاحب. یه زنداداشو ببین بیا زنداداشو ببین. قولی خانومه. والا من هنوز شک دارم ایشون خانومه یا نه، ولی خدا. گفتم اگر خانم نیست بنده گرایشمو عوض میکنم. اینجا ما میتونیم بهشون چیز بفروشیم. آره بله، اینجا بله. که کیم به دست میاریم. من خیلی دوست دارم برم ببینم کازینو چه خبره.
منم نرفتم حاجی، فکر کنم بتونیم اونجا پولامونو به فنا این بدیم. تو رو من نرفتم. فرزندم نه به قمار. بارا شو پدرت هنوز که تو گفتی پدر نشدی که. نه برادرم فعلا. یکی اینجا داریم. کاباره. مشروب بخوریم. غذای گرم. به 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 به. چه جای خوشگلیه اینجا. طبقه بالا داره، میشه رفت بالا. گاهی ظاهرا میشه از اینجا رفت بالا. اتاق خواب اینجا. به به. آقا اینجا کازینو هتله. من میخوام این اتاق اجاره کنم. وای چون نه این تو اتاق من لختم. اتاق شماست. لختم نه دم لباس عوض میکنم. بابا من میخوام ببندم دیگه. برو ببند. تیمسار ول چرا نبستی پس؟ برای من یه کدوم بذاری توش روبان نباشه. خب چیزی میخوای اینجا جناب؟ من لختم. من اتاقمو پیدا کردم. کو اتاقم؟ مرسی. نه اینجا داداش اینجا برای منه پدر جان، اینجا برای من فرزندم اینجا رو پیدا این کردم. دو تخته است. خب یکیشم به ما بدید چی میشه؟ شما می‌خواستین؟ نه. آخه من عادت ندارم. نه من دنبال اتاق خوب نمیگردم، دنبال همخونه خوب میگردم. نه اشتباه برداشت نکن جناب تیمسار. شما ارتشی هستین، میدونید ما دوتا بس ما من شب درو میخوابیم. یعنی اینجا اتاقش فکر کنم قشنگه. آقا من با آقا، منم براتون آهنگ من اینجوری و اینکه سلام خسته نباشید. اومدم برای نظافت منم اتاق. براتون آهنگ میزنم. آقا اتاق ما همینجاست بیا. بله فارو اومدم عوض آقا این کنم. اتاق من برداشته بودم خیر سرم. اتاق دیگه چی؟ بیا مال کس دیگه است. بیا بریم هم اتاق خودمون. بیا بریم. آب و هوا گرم میشن. من رنگ آبی دوست دارم. بیا وای این سفید مال من، مشکی مال تو. برو اونور به نظرم. اتاق بسیار زیبا. سلام خسته نباشید. بعد صبحونه آوردم جناب. اینجا رو کاش که من میتونستم اسم اینو نمیتونم اسم اینو. کاش کی اسمی شد نوشت. این سفید برازنده منه. ببین من سگم دارم اینجا. اینجا اتاق شما شکولو هستن، ایشون شکولو هستن. به به شکولوی عزیز. شکولو عزیز قربون دارم. سگ نیست ولی اون گربه است. چهارپا دیگه فرقی نمیکنه که. نمی‌کنه. نه بابا بله. چهارپا. بله شما چی حیوان ندارین؟ ببخشید مزاحمتون شدم. خواهش میکنم مراهمی شما. پدر جان اینجا چه- هیچ کس نیست. چه دهکده خوبیه. هیچکی اینجا نیست. فقط خودم و خودت. خودت در رو نه خواستم برای صدای گربه درارم، منظورمه. میاو زیبا بود. گربه دارم. بفرمایید. اوه اینجا زندانه تو را. واقعا؟ بیا آها ببین. به من گفتن اینجا کلانتریه. من آقای پدر کلانتریه. اگه موافق باشی فردا بله. که وقتش رسید میخوام اینجا فرم پر کنم، خودم اینجا دست بگیرم حاجی. قراب جان یکی از پایه‌های اصلی قدرت داشتن دقیقاً قدرت توی به خاطر نظامی همین. بودنشه. آفرین دقیقاً. من نظامی تو مذهبی کل شهر رو گرفتیم. تموم شده رفت. کدوم به مامانت شبیه تره؟ از نظر از پدر روحانی بپرسیم. من از کجا بدونم کدوم به مامانت شبیه تره؟ ببین فرناز میگه مامانم تبدیل به پروانه شده. من گفتم که اصولا مرده ها میان تو این دنیا بعد به عزیزاشون سر میزنن. چقدر مامان اینجا. حالا فقط گل جنسیه که جناب مامی ایشو حسن. داره. جناب حسن شما به پدرتون کچله گی نکن کجاست؟ گی آها. نکن. مامانت همینجا بغلمون داره بال میزنه. حسن جون زودتر بریم هاتل. میشه اولین عقدمو اینجا انجام بدم؟ بله اینجا پدر روحانی هم داریم که اولین به نام پدر پسر روح القدس. حرفا چیه؟ ما عروسومات تازه بشینن. آشنا شدیم. عروسومات بشینن. ای بابا من باید یک جا رو در نزدیکی اینجا برای خودم برگزینم. آره. تا جایی. من میرم بیرون که یه جایی رو برای خودم پیدا کنم. منم گوشت میپزی میتونیم منم بتونم گوشت بپزم. بذار گوشتام بپزم من. دوستان من 26 تا گوشت گذاشتم اینجا داره میپزه. نفری 2-3 تا بردارید دیگه. آقا 7 تاش بدید به من گوشت انسان نذاش جملهش تمام. ازش تموم شه. یونک. آقا بسم الله. خیلی گوشت نشه من هندونه دارم. آقا 20 تا رو کی برداشت؟
رفت من به خدا نه، من 2 تا دونه برداشتم. منم به خدا خودم دارم اصلا نیاز من دارم گوشت فقط. آقا به خدا بعد گوشت بپزم. اینجا قیمتش زیاد نیست تا فوقش کلی 100 تومن باشه. چی دزدید اینا رو؟ حسن جون اینا رو میذاری سر جاش داشت؟ اصلا تو دزدیدی گوشتا رو؟ من بهتون آقا. گفتم این دستش حرف پسر گوش پادشاه نمیاد گوشت ملت فقیر رو بخوره آخه. حسن جان همینجوری یه پادشاه سوالی شده داشتم با اختلاف. خدمتت. شما گوشت رو برداشتی؟ متاسفم بله. بزنین تو بابا وایسا. دیدی حاجیامو اول گفتم حسن بذار. خدا ببخشه. بابا من حداقل میگم من برداشتم. آقا من حقیقتو میگم. باری کلا. ذات دستکجی حاجی. آقا من ولی حقیقتو میگم دیگه، راست گوام. یکی بیاد با من همخونه شه. داش با پدر خواجه که کسی هم خونه نمیشه. او من با بهترین گزینه واسه اگه موافقید امین خیلی باحاله به بپرید. آره ریبی باشه ریبی نپر. همزمان چرا فستو جست میکنه هر نسلو فیک دیگه بس تماشا کن هستو بذار زمین آب اگه هست هستو بذار زمین آب اگه هست هستو بشین پای ما بشو به ما وستو توی این رسا همه نوع آدم هستو توی ظاهر همه خوبن اما کسی نمیدونه قصدو روزای خوب میاد و باید در بدی رو بستو همه یه صدا با هم میگیم پستو پستو پستو